راهبریت ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شهروند غایبوف سفرعلی گلمحمدویچ را که صبح 23 نوامبر یک دختر را از خودکشی نجات داد برای دلیری و جسارت و ادای قرض شهروندی با سپاسنامه و یک قطار تحفه های خاطروی قدرشناسی کرده است. طور قبلا خبر دادیم صبح 23 نوامبر ساعت 2:15 یک جوان دختر 17 ساله از شهر وحدت که دارای بیماری روحی بوده به سبب خروج بیماریش خودش را از بالای پول کوچه سعدی شیروزی به دریا پرتافت. در همین حال شهروند غایبوف سفرعلی سال تولدش 1990 استقامت کننده کوچه قهاروف که منزل استقامتیش در روبروی محله حادثه واقع است با شنیدن داد و فریاد مردم با شتاب از سر دیوار اولیش پریده به جای حادثه حاضر شد و به دریا در آمده دختر را از آب بیرون برآورد. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه در توصیف از کارنمایی سفرعلی غایبوف گفت واقعا نامبرده از خود متانت و جسوری نشان داده برای نجات جوان دختر جان خود را در خطر گذاشته است که این عمل جوان مردانه سفرعلی باعث افتخار و نمونه عبرت همگان می باشد. رهبریت مقامات ملیت شهر دوشنبه ضمن سپاریدن تحفه های خاطروی همزمان منتداری صمیمی خود را به والدان این جوان رسانیدند که ایشان در حقیقت جهت تربیت وطن دوستی فرزند خویش زحمت‌های بی‌اندازه کشیدند. خود سفرعلی قبلا گفته بود که یگان کارنمایی نکرده است بلکه قرض شهروندی و انسانی خود را ادا کرد. دختری که او نجات داد حالا در بیمارخانه قره‌بالا تحت نظارت دکتران قرار دارد. وضع او را حالا خوب ارزیابی میکنند. هر سال در تاجیکستان بیش از 600 حالت خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود. اکثر آنهایی را که قصد جان خود میکنند زنان و دختران تشکیل میدهند. مشکلات زندگی و مناقشه های اویلوی یک سبب عمده خودکشی ها در تاجیکستان شمرده می شود.